من جمشید شونازده خواننده صنف 11 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 18 نوعیه مومنوبود. لایحه پیشنهاد کرده من این کانسانر میباشد که کانسانر هم میتواند هم گرمی هم در فصل سرما هم در فصل تابستان با کار برده شود. این لایحه رو من برای اون ساختم که مثلا آدم ها برای هم برای فصل سرما هم پچکه‌های الکترونی میگیرن، هم در فصل تابستان ونتیلاتورهای میگیرن که این دو طرفه میشود و من همین رو ساختم که یک طرفه هم یک میخریم یک اسباب رو هم در فصل زمستان هم در فصل تابستان با کار برده میشود. همین دستگاه کانسانری که شما ساختید برای مثلا خانه‌ای که 12 کوبه یا اینکه 9 کوبه باشد مبلغ خراجاتش چند میشه؟ مبلغ خراجاتش نه اونقدر زیاد میشه. این برای اینکه از ما توسط خردچاپ هم پیشنهاد کردیم با قوه 12 ولت با قوه 12 ولت استفاده برده میشود که مثلا طرزی ونتیلاتور که در فصل تابستان با کار برده میشود و این تکمه دیگر را شما می‌کنیم و اسپیرال‌هایی که در اینجاست آنها گریان میشوند، اسپیرال‌ها گریان میشوند و این شمال گرمی را به بیرون میپرتوید. این اسپیرال توسط 220 ولت گریان میشود، ونتیلاتور توسط 12 ولت. و این لایه دیگر هم که ویدیو پروژکتور میباشد. ویدیو پروژکتور میباشد که ما در مؤسسه میتوانیم توسط از معارف که از یگان طرف کسایی که با درسی روان میکنند ما رو در فلش خودمون ضبط کرده و توسط تلفن هنگام تلفن رو در اینجا میمونه و در تنه تخته صنف میتوان با همه خوانندگان چی رو نشون دهیم. در درس‌های فیزیک شیمیا استفاده برده میشود. روزی طرز کارش رو با همون نشون داده میتونم؟ بله. درس‌های فیزیک مثلا اینجا روشن‌تر است کمی. در درس‌های فیزیک روشن‌تر اینجا قوه تلفن کمتر از همون خاطر کم نشون میده. اکنون دیا پروژکتور وقتش بود این اسباب فیزیکی بود که اختراع نمی‌شد. برای اینکه اونجا بود که مثلا دیا پروژکتور است کاسیتوش است همون ایونش است هم یک زوشنش می‌کنیم با شکلی هم که چیز قابل کردن بعدی صبح داشتن کاسیتو داشتن و نمایش داده شهر میدادن معلومه. این اختراع چی کرده بکنه نمیشه لایحه. من ابراهیم عزت‌الله خواننده صنف 9 مکتب رقم 8 نوعیه مومنوبود هستم و لایحه پیشنهاد نموده من رباتی توسط شپریس ها حرکت میکند. این ربات قسم های بسیار دارد و قسم اولش دستانی ربات، قسم دومش یخدانی که در درون ربات است، قسم سومش چنگکشک میباشد و این ربات ما توسط میکروچیپ ها و میکروچیپ ها استفاده برده میشوند. حاضر باشد توسط گیدراولیکی هستند. توسط شپریس ها فقط با آب حرکت میکند. در آینده باشد ما پیشنهاد داریم که ربات خودمان را از 5 قسم استفاده کنیم و این لایحه پیشنهاد نموده من بسیار خوب بوده. چند کشک دارد و دستای این ربات میتواند کارهای بسیار خوب را اجرا کند. مثلا هر یک پرتاب هایی که در خانه به حجم کلان هستند چند کشک نمیتواند آنها را گیرد و این دست ها توسط میکروچیپ فرمان داده شده و دست ها همان پرتاب را گرفته در برخالته‌ای که در پیشش است در آنجا می اندازد و بوده در پرتابگاه ها خودش می تواند رفته پرتاید و چند کشکی که هست در درون این ربات چنگ های خانه را به طور خوب میکشد و از قوه آفتاب و از قوه جریان قوه گرفته کارها را اجرا میکند. مقصد این لایحه پیشنهاد من در آن است که یخدان ها، چنگکشک ها علاهیده هستند ولی در این ربات همه آنها
дар як ҷо ҷойгир ҳастанд ва ин се корҳоро иҷро мекунад. Вақте ки он кас бемор аст, ин робот ба таври автоматикӣ метавонад ёрии таҷлилиро занг занад ва суроғаро ба онҳо гӯяд. Ба таври автоматикӣ дар ин робот дар давраш запуск карда мешавад ва ҷои маконро мегӯяд ба ёрии таҷлилӣ. имрӯзҳо роботҳо ихтироъ кардагӣ ҳастанд ки ҳатто бо инсон нишаста суҳбат мекунад, ҳатто суол-ҷавоб мекунад, суруд мехонад, ба таври автоматӣ ҳамон фаъолияти коре ки шумо қайд кардем онҳоро иҷро мекунад. бои зиро ҳамин роботи сохтаи шумо низ ҳамин гуна фаъолиятро иҷро карда метавонад функсияро ё ин ки доволи барнома чизҳоро шумо ҷо карда. аз сабаби нарасидани чизҳо ман ҳоло ин чиҳоро дар назар мегирам ва мехоҳам ҳамин гуфтаҳои шуморо дар ин робот кунам. бале ако дар нақша аст ки ҳамин роботи фарқкунанда бошад. бале 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 барори кор.